با احساساتم بازی کرد. داستان واقعی. شنونده های عزیز کانال افغانستان مگزین، سلام بر شما. در این برنامه داستان دختر را به خوانش میگیرم که با احساساتش بازی شده و از او سوی استفاده مالی شده. داستان را با هم یک جا مشنویم. این داستان پند و اندرز بسیار خوب برای کسانی دارد که در راه اشتباه روان هستند و از طریق شبکه‌های اجتماعی همسر انتخاب میکنند. داستان آغاز میگردد. سلام خدمت شما برادر عزیز و یک سلام برای شما شنونده های عزیز. اولتر از همه یک تشکری خاص از شما برادر محترم که قدر زحمت میکشید به خاطر داستانایی که نشر میکنین. خیلی پندآموز است. من مدت 3 ماه میشه که داستانای شما را دنبال میکنم و هر روز که کار میرم گوشکی میمانم و داستانای شما را گوش میکنم. من که خیلی به داستان خوانی و داستان نوشتن علاقه دارم، خیلی از داستانای شما را خوشم آمد و تصمیم گرفتم من داستان زندگی پر از درد خود بنویسم. اول میخوایم درباره خود بنویسم. نام مستعار خود رها میگذارم و 22 ساله هستم. من در یک خانواده 8 نفره که 3 خواهر و 2 برادر دارم به دنیا آمدم. خودم دختر بزرگ خانواده هستم و فعلا در کشور امریکا زندگی میکنم. مادرم وقتی در افغانستان بودیم معلم بود، در یکی از مکتب‌های بزرگ دولتی درس میداد و پدرجانم هم کار آزاد داشت. از خود بگم یک دختر عاجز با رنگ سفید، چشمای قهوه‌ای، قد نسبتاً متوسط و موهای بلند قهوه‌ای دارم. من خیلی یک دختر ساده و خوشباور هستم که امی خوشباوریم باعث شده خیلی ضربه بخورم. امرای هیچ کس کار ندارم و فقط سرگرم مشکلات خود و زندگی خود هستم. خب از دوران کودکیم بگم که از وقت خودم میشناسم هیچ وقت در بین مادر و پدرم عشق و محبت ندیدم. به خاطر که پدرم پیش از مادرم یک خانم دیگه داشت که خانمش مرض شکر داشت و نمیتونست طفلدار شود. وقتی مریضیش زیادتر شد پدرم با مادرم ازدواج کرد که مادرم هم قبلا با یک مرد که عاشقش بوده ازدواج کرده بوده، اما متاسفانه شوهر اولیه مادرم بعد از 3 ماه ازدواجش گم شد. دمو وقت که مادرم قصه میکرد میگفت به خاطر گم شد که شوهرم در دولت کار میکرد و وقتی به خاطر مهمانی به جلال آباد خانه ننوی رفتیم شوهرم گفت که من میرم تا بیرون دوباره میایم، اما تا حالا زنده و مردش گم است. بعد از اون مادرم 15 سال منتظر ماند، اما به خاطر فشارهای خانوادگی تصمیم گرفت با پدرم ازدواج کنه. من از خانم اول پدرم خبر بودم. همیشه مرا پدرم با خود بعد از فوت خانم اولش میبرد خانه پدر و مادر خانم اولش، چون اونا مرا به عنوان نواسی خود میدانستن. میگفتن از تو بوی دخترم میآید. چون وقتی من به دنیا آمده بودم مادر اصلی میرفت سر کار و امی مادر اندرم مرا نگاه میکرد. اما شوهر اول مادرم خبر نداشتم تا سن 16 سالگی. همیشه از مادرم میپرسیدم که وقتی فهمیده بودی پدرم خانم دارد چرا امرایش ازدواج کردی؟ و مادرم میگفت بزرگ شوی برات میگم. و این گپ دختر خالیم که خیلی امرایش صمیمی بودم یک شب که خانیشان رفته بودم برام گفت که مادرت یک شوهر داشت اما تا خودش برات نگفته چیزی نگو. خب وقتی کمی بزرگ شدم تحمل نتونستم و به مادرم گفتم که اسما برام قسم گفته راست است؟ مادرم گفت بله راست است. اینجا بود که فهمیدم دلیل جور نامدن پدر و مادرم در چی است. خب خلاصه مادر و پدرم به مجبوری با هم ازدواج کردند. یکی به خاطر طفلدار شدن، یکی به خاطر که شوهرش گم شده و باید با کسی دیگه ازدواج میکرد، اما ای کاش هیچ وقت ازدواج نمیکردند. مادر و پدرم تا حالا هم با هم جور نامدن. خیلی کوچک بودم که یادم میآید پدرم مادرم علت میکرد. بعد پدرم به 3 یا 4 روز نمی آمد خانه و تلفن خودم خاموش میکرد که کسی نفهمه کجا است. یک خاطره تلخ که دارم که هیچ وقت یادم نمیره ایست که نزدیک عید بود، شب که صبح عید بود خیلی خوشحال بودم. میگفتم فردا عید است، لباسای جدید خودم میپوشم، امرای فامیلم میباشم، پدر جانم برام عیدی میته. تمام شب با همی فکر مرا خواب برد که نصف شب است با صدای گریه مادرم بیدار شدم. خیلی ترسیده بودم، از ترس نمیتونستم برم پیش مادرم و بپرسم که چرا گریه میکنی، که صدایش میآمد به پدرم عزم میکرد خیر نرو فردا عید است و گریه میکرد. وقتی صبح بیدار شدم از خواب
دیدم پدرم نیست. فکر کردم رفته به نماز عید. از مادرم پرسیدم پدرم کجاست. گفت نمیفهمم و مادرم زیاد پریشان بود. شب پدرم لطش کرده بود. خب منتظر بودم اما پدرم نامد. چیزی که فکر میکردم برعکس شد. پدرم باز به یک هفته خانه نامد. اینقدر گریه کردم اما من بزرگ خانه بودم، نمیخواستم خواهر و برادرم خبر شوند که چی شده. برشان گفتم پدرم یک کار برش پیدا شده رفته، دوباره میآید. اما خودم میفهمیدم که پدرم قار کرده و به یک هفته خانه نمیآید. خب خلاصه خیلی اویت خراب گذشت که هیچ وقت یادم نمیره. لالا جان، من از وقت یادم میآید با گپای مادرم که برام میگفت پدرت سرم ظلم میکنه، فامیل سرم ظلم کردن، قصه های خودم میکرد. بزرگ شدم. من در طفولیت از خانواده پدرم متنفر شده بودم و همیشه پیش خود فکر میکردم که رها باید با کسی ازدواج کنی که عاشق هم باشین، یک دیگه خودت دوست داشته باشین. همیشه دعا میکردم خدایا اگر قرار است ازدواج کنم با کسی مرا مقابل کو که عاشقم باشه، به خاطر که نه از پدرم و نه از مادرم محبت کافی ندیده بودم. بیخی تشنه محبت بودم. اگر کسی به چند دقیقه طرفم میدید فکر میکردم مرا دوست داره، چون او وقت خرد بودم، ساده بودم، نمیفهمیدم که در اصل قسم نیست. خب مکتب میرفتم، اول عمره بودم. وقت پارچه میگرفتم توقع داشتم مادر و پدرم در آغوش بگیره مرا، بگوین آفرین دخترم، اما هیچ وقت قسم نکردن. تا حال حسرتی در دلم مانده که یک بار مادر و پدرم، به خصوص پدرم، بگوید آفرین دخترم. خب زندگی همه قسم با جنگ های مادر و پدرم میگذشت. یک روز سال نو بود که باز مادر و پدرم جنگ کردن. پدرم تا که تانست مادرم لط میکرد. من نتانستم چوب باشم و رفتم پیش روی مادرم. پدرم گفتم نزن بس است، که پدرم مادرم ایلا کرد و خودم لط کرد. همه قسم سال نو ما هم در جنگ و دعوا گذشت. خب زندگی میگذشت تا که بزرگ شدم. فهمیدم که وقت مادر و پدرم جنگ میکردن مقصر کی است. وقتی افغانستان بودیم مقصر پدرم بود. پدرم مادرش فوت کرده بود. امیش پدرم بزرگ کرده بود و خلاصه امی پدرم مثل مادرش بود. زیاد احترامش داشت. هر گپ که میگفت به گفت امی خود میکرد. امی پدرم سن مادرم هم زیاد ظلم کرده بود. حتی وقتی ما پیدا شدیم پدرم به ضد مادرم پر میکرد و پدرم خانه میآمد جنگ و دعوا میکرد. امی پدرم دو دختر داشت که از مکه یکیش 3 ماه بزرگ بود و یکیش خرد و این امی پدرم در مکتب متوسطه که من درس میخواندم سرمعلم بود و دخترش هم همراه من در اکسون بود. خب دخترش به واسطه مادر خود همیشه درجه 3 یا 4 میگرفت. من که قدر تلاش میکردم اما باز هم از مکه درجه او بلند می بود. تا ای که صنف 10 شدم و به مکتب دیگر رفتم که اونجا بازم همراهم در اکسون بود و اونجا هیچ واسطه نداشت و در امتحانات سالانه ناکام موند و من کامیاب شدم و ازش جدا شدم. و این دختر امی پدرم در وقت همراهم در اکسون بود خیلی سرم تهمت میکرد. گاهی میگفت همراه بچه همسایه جور است. حتی مرا با برادر خود جور کرده بود. خیلی گریه میکردم. از ترس به پدرم هم نمیتونستم بگم. اگه میگفتم گپ من قبول نمیکرد. گریه میکردم، میگفتم خدایا خودت شاهد استی که من جز درسم به چیز دیگه فکر نمیکنم. لطفاً کمکم کن. خب خلاصه مکتب تمام کردم. زیاد علاقه به دکتر دندان داشتم و همچنان علاقه به نویسندگی داشتم. همیشه وقت جگرخون می شدم می نوشتم که خیلی آرامم می کرد. خب مکتب تمام کردم و رفتم امتحان کنکور دادم که چند روز بعدش طالبا آمدن و یک چیز فراموشم شده که یک مامایم در امریکا بود. او 4 سال پیش کارهای ما را جور کرده بود. منتظر اینترویو بودیم که بخیر بریم امریکا. خب بعد از امتحان کنکور چند روز بعدش طالبا آمدند. وقتی طالبا آمدن فکر کردم تمام آرزوهایم به خاک یکسان شد. دیگه نمیتونم درس بخونم. دیگه نمیتونم آزاد باشم. خب خیلی گریه کردم که دمی وقت مامایم زنگ زد گفت برین میدان هوایی، اساتیدتون نشان بدین و اجازه میتن که بیاین. ما بسیار زود امو چند جور لباس آماده کردیم و رفتیم طرف میدان که خیلی بیروبار بود. طالب فیرای هوایی میکرد. خب بسیار مشکلات داخل میدان هوایی شدیم. وقتی داخل میدان شدیم مامایم که خیلی آدم بزرگ بود در ظرف 24 ساعت به امریکا پرواز کردیم. برام سخت بود که تمام دوران کودکی رها میکنم و میرم، اما از یک طرف خوش بودم که میتونم زندگی خوب داشته باشم، درس بخوانم. فکر میکردم اگر خارج بریم شاید مادر و پدرم هم با هم خوب شوند، اما این فقط یک خیال بود. به امریکا رسیدیم. 2 ماه در کمپ بودیم. بعد آمدیم خانه مامایم در یکی از استیدای امریکا. در خانه مامایم هم 2 ماه بودیم تا خانه پیدا کنیم. خانه پیدا کردیم و رفتیم خانه خود ما.
هیچ چیز نداشتیم، تنها یک فرش همراه یک کوچ به شیشتن، دیگه هیچی نداشتیم و چیزی که خیلی در اینجا مهم است موتر بود که نداشتیم. تلویزیون و اینترنت نداشتیم، فقط تلفن پدرم اینترنت داشت که میتونستیم با دفتری که کمک ما میکنه در تماس باشیم. ناگفته نمانم من در افغانستان تلفن نداشتم و اقتصاد ما هم خوب نبود که تلفن میگرفتم. خب تا وقتی که همه چیز جور شد، برادر و خواهرام رفتن مکتب، کم وسایل خانه گرفتیم. اینا 3 ماه را در بر گرفت تا همه چیز خوب شود. ما که مکتب در افغانستان خلاص کرده بودم و سنم 19 بود، مرا در مکتب نگرفتن. خواهر و برادرام میرفتن اما من خانه بودم، خیلی افسردگی گرفته بود مرا. رفتم همراه پدرم کار شروع کردم. اولین کارم بود که خیلی سخت بود، موتر نداشتیم، پیاده میرفتیم، پیاده می آمدیم. خیلی برام سخت میگذشت، اما به خاطر که بتونم به پدرم کمک کنم باید کار میکردم. آنقدر کار سرم فشار می آورد که یک روز در عین کار کردن ضعف کردم. چشمایم باز کردم که پدرم بالای سرم است. خب آمدیم خانه، پدرم گفت تا یک کار درست پیدا نکنی دیگه اینجا کار نکن. و من از طرف دفتر که کمکمو میکرد برام استاد رانندگی گرفت و درایو یاد گرفتم و کمی دولت پول داد و کمی که ما و پدرم کار کرده بودیم تانستیم یک موتر بگیریم. ناگفته نمانه وقت امریکا رسیدیم، در کمپ بودیم که پدرم کاملا تغییر کرد و مادرم گفته بود بعد از این از نو شروع میکنیم، گذشته را فراموش میکنیم. پدرم خیلی از افغانستان تغییر کرده بود، اما مادرم که عقده هایی که سرش زیاد ظلم شده بود نمیتونست فراموش کنه. خلاصه مادرم برعکس افغانستان شده، دیگه چوب نمی باشه، در مقابل پدرم زیاد دلیل میگه، همیشه از گذشته یاد میکنه، سر هر گپ بهانه میگیره، دعوا میکنه. اینجا فامیلای مادرم زیاد هستن، 3 مامایم، 2 خاله‌ام، پدر بزرگ و مادر بزرگ مادریم هستن. از پدرم هیچ کس نیست. یک روز مادرم همراه پدرم جنگ کرد. وقت جنگشان خلاص شد، من مادرم گفتم مادر جان حوصله کو، جگرخوری نکو، آرام باش. یک دفعه مادرم با سیلی برایم زد، گفت که کلش از خاطر توست، به خاطر تو تمامی این ظلما را تحمل کردیم تا امروز. من که حیران مانده بودم، گفتم مادر جان ما چی کردیم؟ گفت وقت تولد شده بودی، 20 روزه بودی، پدرت همراهم جنگ کرد و تو را از بغلم گرفت و مرا از خانه کشید. اگر اون وقت میرفتم و به خاطر تو پس نمی آمدم، هیچ وقت اینقدر ظلم تحمل نمی کردم. با گفتن این گپ اینقدر از خود نفرت کردم، با خود می گفتم اگر تو نمی بودی اینقدر ظلم مادرم نمیدید. از اون وقت تا حال خودم مقصر جنگ و دعوای مادر و پدرم میدانم. خیلی گپ مادرم سرم تاثیر کرده بود. خب دمی وقت رفتم دوباره با پدرم در کمپانی دیگه کار پیدا کردم. شب و روز کار کردم که بتونم همراه پدرم کمک کنم، وسایل خانه بگیرم. شکر فضل خدا خیلی زندگی ما خوب شد. تمام نیاز خدا و از خواهر و برادر خودم میدادم. رفتم که کالج شروع کنم که برام گفتن تا وقتی که گرین کارت نداشته باشی نمیتونی درس بخونی. بازم خیلی مایوس شدم، خب اما تو به کار کردن ادامه میدادم. منی که خیلی به کتاب خواندن و نویسندگی علاقه داشتم، گروپ های کتاب پیدا کردم، خود عد کردم و در یک گروپ عد شدم که به دخترای افغان که نمیتونن درس بخوانن کتابا را رایگان برشان میفرستادن تا درس بخوانن. در یک گروپ یک دختر به اسم مریم بود که اداره میکرد گروپ. دیدم در گروپ یک دختر یک کتاب خواسته بود، اما مریم برش گفته بود این کتاب رایگان نیست، باید پول بدی تا پی دی افش برات دانلود کنیم. من دلم به این دختر سوخت و برای مریم گفتم من میتونم پولی کتاب بتم. مریم گفت چطور؟ گفتم من اکانت بانکی دارم، میتونم کتابایی که با پول است بخرم و شما به کسایی که کار دارن بفرستین. من که دلم به حال دخترها میسوخت، میخواستم کمکشان کنم. مریم برام گفت که برو امرای یک بچه که مسئول امیست حرف بزن، او کمکت میکنه. خب اسمی بچه را عمر میمانم. رفتم به عمر مسیج کردم و جریان برش گفتم. گفت درست. خب کتابا را من خریدم و دانلود میکردم و در گروپ روان میکردم. چند روز بعد عمر برام مسیج کرد، گفت خیلی کار بزرگ میکنی، خداوند برات اجر نصیب بکنه. خب اما تو ما و عمر با هم چت میکردیم. اولها درباره کتاب ها بود، اما آیسته آیسته با هم دوست شدیم. از عمر براتون بگم یک بچه قد بلند، 27 سال سن داشت، موهای سیاه و چشمای قهوه‌ای جذاب بود، یا که میتونم بگم ما او را جذاب میدیدم. خب ما با هم دوست شدیم. ما که خیلی کمبود محبت داشتم، وقتی با عمر چت میکردم احساس آرامش میکردم. خب خلاصه خیلی صمیمی شده بودیم. ما برش تمام قصه زندگی ما کرده بودم. او قسم برام روحیه میداد، قسم مرا دلداری میداد که فکر میکردم هیچ کس در این دنیا به اندازه عمر مهربان و خوشقلب نیست. هر مشکلی می داشتم برش می گفتم و او برام دلداری میداد. کتاب با هم می خواندیم و پدر عمرم در امریکا بود. برام می گفت ما هم میایم امریکا بخیر. با وقت از نزدیک میتونیم ببینیم، راز دل کنیم، میتونیم یک دیگه خدا ببینیم و حرف بزنیم.
عمر قسمی گپ میزد که هر کس می بود جذبش میشد، یا بگم وابستهش میشد. خیلی ازم تعریف میکرد. من که هیچ وقت از کس از مادر و پدرم تعریف خود نشنیده بودم، وقتی عمر تعریف من میکرد خیلی خوشحال میشدم. ما یک تاریخ به خاطر روز دوستی ما تعیین کردیم. خیلی خوشحال بودیم هر دوی ما که وقتی با هم بودیم. 3 ماه از دوستی ما گذشت که عمر برام مسیج کرد، گفت که میخوایم یک گپ برات بگویم. برام پیشنهاد کرد، گفت عاشقت شدیم، دوستت دارم، اگه تو هم مرا دوست داری میتونیم با هم باشیم. با شنیدن این گپ فکر میکردم پرواز میکنم. زیاد خوشحال شده بودم چون مام عاشق شده بودم. اما دفعتاً برش جواب ندادم. برش گفتم باید فکر کنم، برام وقت بده. گفت باشه، تا هر وقت که میخوایی فکر کن، من منتظرت هستم. بعد 1 ماه تصمیم گرفتم به عمر گپ دل خدا بگم. برش گفتم اول چند شرط دارم. عمر گفت بگو. گفتم اولین شرطم ایست که برام خیانت نکنی، فریبکاری نکنی، برام وقت بدی. عمر در جوابم گفت که هیچ وقت این حرفش یادم نمیره. برام گفت که من اگه به تو خیانت کنم پسترین مرد دنیا باشم، بی غیرت ترین مرد دنیا باشم. خدا مرا چقدر بی‌وجدان هست کرده باشه که بخوایم به تو خیانت کنم. من عاشقت هستم، تا آخر عمرم رایت می باشم. با شنیدن این گپش دگام سرش اعتماد کردم. شرط دوم ای بود که امرای هیچ دختر در ارتباط نباشی، چون عمر به خاطر گروپا چند دوست دختر داشت. ازش خواستم تا همشان بلاک کنه و دیگه امرایشان مسیج نکنه و این گپ من هم قبول کرد. حتی رفت در گروپ نوشت که ما بعد از این نامزاد شدیم، تمام شما باعث خوارایم هستین، من رها را دوست دارم و امرایش نامزاد شدم. با این کارش کاملا مطمئن شدم عمر مرا دوست داره. خب بعد از این زیاد با هم خوشحال بودیم. عمر سرم گل لاله نام مانده بود. همیشه مرا گل لاله میگفت. صبح وقتی از خواب بیدار می شدم می دیدم که چقدر بناز و نوازش برام صبح خیری گفته، چقدر مسیجای عاشقانه نوشته کردم. یعنی آنقدر دوستم داشت، آنقدر برام محبت میداد که من هر روز از خدایم شکرگزاری میکردم که عشق زندگی ما پیدا کردم. نماز میخواندم، شبها تهجد میخواندم، دعا میکردم که به هم برسیم. گاهی اگر ناگهانی چشمم به یک مرد دیگه میخورد عذاب وجدان میکشیدم. میگفتم رها تو تنها از عمر هستی. حتی درباره عمر به مادرم گفتم که یک بچه است به دخترای افغان کمک میکنه تا درس بخوانن، برشان کتاب میفرسته. مادرم گفت خدا خیرش بده. یک چیز دگام به عمر گفته بودم که میخوایم از راه حلال با هم باشیم. عمر گفته بود درست است، من پدرم خواستگاری روان میکنم، پدرم بیا زمونجا است. اما یک مشکل بود که فامیلم میگفت تا که گرین کارت نگیریم تو را نامزاد نمیکنیم، که نمیتونیم کسی از افغانستان بخوایم. من این گپ به عمر گفتم صبر کو تا که گرین کارت بگیرم بعد بیا خواستگاری. گفت درست است. ازش پرسیدم آیا فامیلت مرا قبول میکنن؟ گفت قبول میکنن، دل جمع باشه، هیچ تشویش نکن. خلاصه لالا رامش من خیلی خوشحال بودم. خدا خوشبخت‌ترین دختر دنیا فکر میکردم. احساس میکردم عمر چقدر دوستم داره و عمو تو هم بود، خیلی دوستم داشت، متوجهم بود. وقتی به خاطر جنگ مادر و پدرم جگرخون می بودم زیاد کوشش میکرد خوشحالم کنه. خیلی آدم خوب بود. حتی مرا با برادر خود معرفی کرد. برادرش امرایم گپ زد، گفت لالایم زیاد دوستت داره. خوبم خیلی آدم خوب بود. زیاد نصیحتم کرد، دعا کرد که با هم خوشحال باشین. و ناگفته نمانه عمر 4 برادر و 1 خواهر داشت که خودش دومی بود. وقتی برادرش امرایم گپ زد خلاصه مثل چشمایم سرش باور داشتم. میگفتم اگر دوستم نمی داشت هیچ وقت به برادر خود نمیگفت. خب اما تو روزها میگذشت، ما خیلی با هم خوشحال بودیم. 7 ماه از رابطه ما میگذشت که در طول 7 ماه هر لحظهش ما با هم بودیم، خوشحال بودیم. یک روز عمر گفت ما شب میریم عروسی، گپ زدن نمیتونم. گفتم درست است. من منتظرش بودم. خب ایجا روز بود اوجا شب که برام مسیج کرد که حادثه ترافیکی کردیم، گپ زدن نمیتونم، برای تحوال میتونم. من زیاد به تشویش شدم، زمین جایم نمیداد. ناوقت شب کابل بود که رفتم دیدم در فیسبوک آنلاین است. برش نوشته کردم عشقم خوب استی، خیریتی است، تال آنلاین استی، فامیلت خوب هستن، حادثه چه رقم شده، احوال ندادی؟ که چند دقیقه بعدش نوشت خوب هستم، امروی پدرم گپ میزنم، باز برای تحوال میتم. دیگه مسیج نکرد. بعد همون شب عمر تغییر کرد. صبح شد برام مسیج کرد، گفت که حادثه کردیم، برادرم کمی اوگار شده، خلاص. خب بازم ما تو مسیج داشتیم، اما کم کم در وجود عمر تغییراتم میدیدم، اما چیزی نمیگفتم. چند روز بعد برام گفت پدرم از امریکا میآید که برادر کلانو من نامزاد کنه. او وقت زیاد مصروف می باشم چون پدرم بدقار است. وقتی پیشش باشیم نمیتونیم تلفن استفاده کنیم.
برات گفتم که باز قار نشی. گفتم درست است. خب پدرش آمد، اما عمر خیلی تغییر کرده بود. خیلی هیچ امرایم گپ نمیزد. میگفت مصروف هستم نمیتونم. ما میگفتم پدرش از خیره، هیچ چیز نمیگفتم، فقط در روز 5 دقیقه امرایم گپ میزد خلاص. از او عمر که ساعتها امرایم گپ میزد، ولی فقط 5 دقیقه امرایم گپ میزد. دمی وقت سالگیریش نزدیک بود. ما به برادرش مسیج کردم که ما پول روان میکنم، از طرف ما به عمر کیک و توفه بگی. برادرش گفت باشه خواهر. خب برش پول روان کردم، اما برش تنها کیک گرفته بود. خلاص برام گفت تنها کیک گرفتیم، دیگه پولش به خود عمر میتم که کار داره. خب گفتم درست است. شب شد، چنکس شب برادرش برام روان کرد که برش کیک گرفته بود، تجلیل کرده بود. خودم هم از امیرای دور خیلی برش عاشقانه سالگیریش تبریکی دادم. شب شد، ناوقت شب عمر برام مسیج کرد که تشکر از اینکه به برادرم پول روان کردی. خلاص گفت با اجازه خواب میکنم، زیاد خسته شدم. من که میخواستم امروز زیاد گپ بزنم چون تولدش بود، با گفتن این گپش بیخی جگرخون شدم. گفتم درست است، برو بخواب. خب برادرش نامزد شد. در این ظرف 3 ماه که پدرش بود، هیچ امرایم درست گپ نمیزد. یک روز منتظرش بودم که مسیج کرد که گپ زدن نمیتونم، نمیخوایم گپ بزنم، با صبح گپ میزنیم. گفتم تا حال منتظرت بودم، چرا این قسم میکنی؟ یک دفعه مرا میگه که درک نداری، یک بی درک دختر هستی. میگم نمیتونم بفهم، برو خداحافظ. با این گپش بسیار تعجب کردم. عمر که هیچ وقت برام گپ بد نزده بود، این قسم شده. هیچ چیز نگفتم و در کارم بودم. رفتم تشناب، خیلی گریه کردم. صبح شد دیدم که مسیج کرده ببخشی شب اعصابم خراب بود. گفتم چرا؟ گفت پدرم میگه باید بری کار کنی در یکی از شفاخانه ها. و یک چیز یادم رفته بود که وقتی امرای عمر آشنا شدم درس نمیخوان. میگفت خوش ندارم. من زیاد تشویقش کردم، گفتم درس بخوان. خب گپ من قبول کرد، رفت در پنتون شخصی درس شروع کرد. خب گفتم خیره، پدرت گپ بد نزده، کار کو، به خودت یک مصروفیت میشه. یک دفعه مرا میگه فقط آب و نان مرا تو میتی، به من قسم میگی که من برم در شفاخانه خلاف رشته خود کار کنم. هیچ خوشم نمیایه. مرا مکم گرفت که منظوری تویی بود که برو کار کو، بیکار چی میکنی در خانه؟ هرچی برش گفتم عمر موت منظور نداشتم، فقط میخواستم کمی آرام شوی. خب کار کرد، امرای مسیج نکرد. مم چیزی نگفتم. 2 روز بعد آمد گفت که این رفیق پدرم در شفاخانه شخصی کار میکرد. پدرم امرایش گپ زده، مام سر صبح میرم کار. گفتم خود تبریک باشه، بخیر شروع کنی. مرا گفت من دیگه نمیتونم زیاد امرایت گپ بزنم، چون صبح 6 بجه میرم شفاخانه، بعد از اونجا میرم پنتون. هر وقتان استم برات مسیج میکنم. گفتم درست است. شب که می آمد، اینجا روز می بود، من خدا بیکار میکردم و امرایش گپ میزدم. گرچه در کارم می بودم، وقفه نان خدا در آمدن عمر برابر کرده بودم. امی که می آمد مسیج میکرد، 1 دقیقه تال نمیدادم، میرفتم در وقفه امرایش گپ میزدم. امرایم فقط 10 دقیقه گپ میزد، میگفت که مرا خواب میبره، مانده هستم. اگر نه تایم نان من نیم ساعت بود. شب ما که میشد و روز کابل تا وقت شب منتظرش می بودم که بیایه امرایم گپ بزنه، اما فقط برام مسیج میکرد که من رفتم کار، باز گپ میزنیم، خداحافظ. عمر که شبها و روزها امرایم گپ میزد، آل در روز فقط 10 دقیقه برام وقت میداد. یک شب امرایم گپ زد، گفت خواب میکنم. خب اینجا روز بود، مصروف کار بودم، از کار خلاص شدم. دیدم عمر در فیسبوک آنلاین است که در کابل 12 بجه شب بود. برش مسیج کردم خواب نکردی، بیدار هستی؟ هیچ مسیج مرا ندید. و این صبح شد که برام مسیج کرد، گفتم شب آنلاین بودی، چرا جواب ندادی؟ گفت که خوابم برده بود، اما تو آنلاین بودم. گفتم اوکی درست است. خب پدرش رفت دوباره خارج. گفتم اینه پدرت رفت، آل وقت می داشته باشی امرایم گپ بزنی. گفت خودت میفهمی کار میرم، زیاد خسته می باشم، هیچ حوصله گپ زدن ندارم. برش گفتم که حوصله گپ زدن با مرا نداری، زیاد جگرخون شدم و هیچی نگفتم و خداحافظی کردم. لالا جان شبها گریه میکردم، نماز میخواندم که عمر مثل قبل امرایم شوه. زیاد جگرخون بودم. خب تاریخ روزی که آشنا شده بودیم نزدیک بود. من روز اول مسیج کردم، زیاد متن زیبا نوشتم. اما عمر مسیج من این شب دید، گرچه آنلاین هم شده بود، اما مسیج مرا ندیده. وقتی مسیج من دیده بود، فقط در جواب تمام مسیجایم نوشته کرده بود تشکر، خیلی دوست دارم، خلاص. و نوشته بود ببخشید امروز مصروف بودم، نتونستم مسیج کنم. حالم خیلی خسته هستم، با اجازه من میخوابم، باز گپ میزنیم. من خیلی جگرخون شدم. برش گفتم چرا اتو میکنی؟ ما چی کردیم؟ چرا تغییر کردی؟ اگه کسی از زندگیت برام بگو، میرم از زندگیت، اما این قسم در مقابلم بی تفاوت نباش.
مرا میگه تو دیوانه شدی، بیخی سرم فشار میاری، فقط تو شوهرم باشی، من زنت باشم که باید هر کار که تو بخوای همون شوه. نمیتونم از این بیشتر همراهت باشم، من نمیتونم تو را خوشحال کنم، بهتر از جدا شویم. وقتی این مسیج شدیدم قلبم به لرزه آمد، میترسیدم که نره. برش گفتم درست است هر چی تو بگویی، اما ازم جدا نشو، نمیتونم بدون تو. خب بازم تو همراهم قار بود، مسیج کرد که بسیار معذرت میخوایم، من خیلی تو را دوست دارم، تو عشقم هستی، بدونت بودن نمیتونم، میفهمم تغییر کردیم، سرم زیاد فشار کار است، لطفاً مرا ببخش، کوشش میکنم مثل قبل شوم. و یک عالم برام مسیج عاشقانه نوشته کرده بود. وقتی را دیدم دوباره خوش شدم، گفتم خیر، البته جگرخون بود، ازش گذشتم، اما عمر هیچ تغییر نکرد. اما تو به بی‌تفاوتی‌های خود ادامه میداد. لالا جان قدر خسته شده بودم، شبها کارم گریان شده بود، نماز میخواندم، دعا میکردم که خدایا عمر مثل قبل کو، او رازم نگی. دمی وقت خیلی پشتم خواستگار میآمد و گرین کارت هم گرفته بودم. برش گفتم عمر پشتم خواستگار میآید، پدر و مادرم راضی هستن. گفت رها، من فعلا خواستگاری نمیتونم، چون پدرم گفته تا برادرت عروسی نکرده و پنتونت خلاص نشده نام زن نگی. رها صبر داشته باش. برش گفتم درست است. دای وقت مادر و پدرم سرم زیاد فشار می آوردن که چرا قبول نمی کنی، تا چی وقت میشینی. اینقدر امرای پدر و مادرم دعوا کردم که نمیگیرم، درس میخوانم، کار میکنم. حتی رفتم با مامایم که ما را اینجا خواسته بود، گفتم ماما جان من نمیخوایم نامزاد شوم، خیر امرای پدر و مادرم گپ بزن. خب بسیار مشکل پدر و مادرم راضی شدن. باز چند ماه گذشت، عمر از بد بدتر شده بود. باز خواستگار آمد، باز برش گفتم عمر باز خواستگار آمده، ای بار پدر و مادرم میگن باید قبول کنی. مرا گفت رها صبر، امرای مادرم گپ بزنم که چی میگن. یک ساعت بعدش آمد، گفت پدرم اجازه نداد. قار شد، گفت هیچ وقت دختری که در امریکاست برات نمیگیرم، چون دخترای امریکا خراب هستن. من خیلی قارم آمد، گفتم چرا، ما چی کردیم عمر، من خب به تو معلوم هستم، من زو دخترای بد نیستم، چرا ای تو میگه پدرت؟ گفت نمیفهمم، نمیتونم سر حرف پدرم حرف بزنم. برش گفتم عمر تو خودت برام وعده داده بودی، گفته بودی من فامیلم راضی میکنم، فامیلم بدل خودم برام زن میگیرن، حالا چرا ای تو میگی؟ خدا پشت موبایل زیاد گریه کردم. وقتی گریه های مرا دید گفت که گریه نکو، ما بازم امرای پدرم گپ میزنم. باز فردا شب آمد، اول خود تا ناوقت آنلاین بود، وقتی مسیج میکردم میگفت امرای پدرم گپ میزنم. آمد برام گفت امرای پدرم گپ زدم، زیاد سرم خار شد. گفت برام میگه که اگه ای بار بگویی عاقت میکنم. گفت رهایم، نمیتونم سر گپ پدرم گپ بزنم، فامیلم اولتر از برام. خب باز زیاد گریه کردم، گفتم نمیتونم بدون تو برام وعده داده بودی، چطور میتونم اقسم نکو عمر، خیر پدر راضی کو، خیره اگه میگی خودم کتش گپ میزنم، وقتی گپ بزنم میفهمه چه رقم دختر هستم. گفت نمیشه، پدرم اجازه نمیده. من گفت امرایت میباشم، اما نمیتونم امرایت عروسی کنم. برش گفتم عمر من بازیچی تو خو نیستم که گپ میگی، گفتم از خود غرور دارم، چطور امرای آدم باشم که نمیخواد امرای عروسی کنه؟ برام گفت نمیخوایم غرورت بشکنه، پس میتونی بری و دیگه امرایم نباشی. از این گپش بسیار تعجب کردم. گفتم چطور میتونی اقسم بگویی؟ مرا چطور دنیم راه اعلام میکنی؟ امی بود قولت؟ بازم برام به بسیار زشتی گفت رها تو از فامیلم کدام مهم نیستی، هر چی پدرم بگویه امور میکنم، اگه امرای میخوای باشی از عروسی کردن گپ نزن. لالای قدر گریان کردم. امی دعا کردم میرفتم که پدرش قبول کنه، اما در اصل گپ پدرش نبود، همیشه دروغ گفته بود. خودگه چاره نداشتم، نمیتونستم ازش جدا شوم، قبول کردم که امرایش باشم، اما گپ از عروسی نگویم. شب به نماز تهجد بیدار می شدم و به خدا می گفتم خدایا اگر عمر خیرم است مرا برش برسان، اگر خیرم نیست تو برام توانایی بده که ازش بتونم جدا شوم. و همونجا سر به سجده کردم و تا که تانستم گریه کردم. یک چیز میگم، اگر میخواین آرام شوین برین نزد خدا و سر به سجده بارین تا میتونین گریه کنین و گپ خدا بگوین، باور کنین خدا صاحب میشنوه و جوابش هم میده. صبح شد، من از همه چیز دلم زده بود. رفتم گروپا را لیف کردم، نمیخواستم امرای کسی گپ بزنم. تصمیم گرفتم بیخی شماره خود تبدیل کنم تا هیچ کس دیگه برام مسیج نکنه. چون حوصله نداشتم شماره خود تبدیل کردم. عمر 2 دانه واتساپ داشت، دمو واتساپی که امرایش گپ میزدم عکس خودم مانده بود و در دیگهش سفید بود. وقت شماره نو گرفتم برش مسیج کردم. یک درستی شد، میخواستم استوری بانم، رفتم در مخاطبین واتساپ که انتخاب کنم کی بتونه استوری ما ببینه. دیدم در واتساپ دیگه عمر که سفید بود یک پروفایل عاشقانه دست بچه و دختر و قلبک بود. تعجب کردم، برش گفتم چطور که در واتساپت پروفایل عاشقانه موندی؟ تو خو هیچ وقت اوتو پروفایل نمیموندی. گفت هیچ، اما تو خوشم اومد. موندم.
من گفتم البته به خاطر من مونده، هیچی نگفتم. دیگر روز که میخواستم باز استوری بونم که دیدم او پروفایل از پروفایلش پاک شده، سفید شده. خو اینقدر دقیقش نشدم. خو امی وقت من میخواستم در هیچ گروپ اینستا و واتساپ نباشم. اینستاگرام خود خراب کردم و یک اینستاگرام نو جور کردم که دیدم در ریکوست مسیج یک دختر به اسم مرسل برام ریکوستش آمده. وقتی دیدم که همون پروفایلی که عمر در واتساپ خود مانده بود، ای هم عین همون پروفایل مانده. لالا جان، قسمی که خدا برات یک معجزه نشان بده، از من تو شد. یک دفعه تو خدایی احساس کردم که این تصادفی نیست، چطور دو پروفایل هم رقم یکی دیگه هستن. برام رسما خدا معجزه کرد. رفتم به این دختر مسیج کردم اما جواب نداد. دیدم استوری مانده بود، در یکی از کشورهای خارجی بود. باز در استوریش ریپلای دادم، گفتم لطفاً جواب بده. خوی دختر بعد از 2 روز مسیج مرا جواب داد، گفت که کی هستی، چی میخوایی؟ من اول میخواستم امروز دوست شوم که بفهمم ای کی است. گفتمش میخوایم امروز دوست شوم، من رها هستم. گفت من امروز بیگانه دوست نمیشم، مسیج نکن. یک دفعه برش گفتم خیلی یک سوال دارم، لطفاً جواب بده. گفت بگو. گفتم عمر میشناسی؟ گفت کدام؟ تخلصش گفتم. گفت تو از کجا میشناسی؟ گفتم اول تو جواب بده. گفت میشناسمش. من بازم باور نکردم. عکس عمر برش روان کردم، گفتم اینی عمر میگم. گفت میشناسمش. گفتم چیت میشه؟ گفت دوست هستیم. گفتم چه رقم دوست؟ یکی دیگه خودت دوست دارین؟ گفت دوست داریم، با هم هستیم، 3 ماه میشم. گفت تو کی هستی؟ چی میشناسی را؟ گفتم این بچه است که دوستش دارم، 1 سال میشه با هم هستیم. مرسلم خبر نداشت که عمر امرای ماست. او هم تعجب کرد. لالا جان، ایره شنیدم، فکر کردم از بلندی پایین افتادم. شوکه شده بودم. اما دقیقا تمام گپ‌ها و وعده‌ها و دوست دارم‌هاش یادم آمد. دکارم بودم، رفتم تشنا به عمر مسیج کردم که زود زنگ بزن، جواب بده، تلفن کارت دارم. گفت میمان دارم، نمیتونم. گفتم عجله کو، عاجل است. خود زنگ ما جواب داد، گفت خیریتی است. گفتم از یک سوال میکنم، درست جواب بده. مرسل کی است؟ گفت نمیشناسمش. اسکرین شات مسیج مرسل روان کردم، گفتم راست بگو کی است. گفت دوستم است، همراهش مسیج نکو، بلاکش کو. گفتم دوستش داری؟ گفت نه. گفتم اینم مسیج بیبی که گفتم ما هم دیگه خدا دوست داریم. گفت مرا دوست دارم، من ندارم، بلاکش کو. من همه چیزم میگم برات. که در این وقت مرسل زنگ زد، دست و پای میلرزید. نمیفهمم چه رقم. رفتم پیش رئیس ما، گفتم حالتم خوب نیست، میرم خانه. رئیسم که حالتم دید که بسیار میلرزم، گفت برو. در موتر شیشتم که مرسل زنگ زد. برام گفت که امرای عمر 3 ماه میشه یک جا هستیم، از طریق گروپ کتاب آشنا شدیم. تمام عکس‌ها و مسیج‌ها را که با هم کرده بودن برام روان کرد. میفهمی لالا رامش، تمام همون چیزایی که به من میگفت به او هم میگفت. ساعت‌ها امرایش گپ میزد، چون در افغانستان روز بود، در اینجا شب ما می بود. من خواب میبودم که عمر با مرسل گپ میزد و مرسل 2 هفته میشد که اروپا رفته بود. وقتی مسیج‌هاش دیدم مثل که آب جوش بالا یک نفر بندازی و تمام بدنش بسوزه، اما تو شده بودم. اصلا باورم نمیشد. عمری که به خاطر من تا گریه میکرد، عمری که مرا با تمام وجودش دوست داشت، این قسم یک کار کرد. شاید شما بگوین که چطور انسان میتونه یک نفری را که هیچ از نزدیک ندیده، فقط در پشت تلفن امرایش گپ زده و تنها عکسایش دیده، اینقدر میتونه وابستهش باشه. اما من بودم، به خاطر اولین عشقم بود. دومی که هیچ محبتی که عمر برام میداد در 20 سال زندگیم از مادر و پدرم ندیده بودم. به همین خاطر اینقدر عمر دوست داشتم. در پشت تلفن وقتی با مرسل گپ میزدم و او همه چیز میگفت، فقط گریه میکردم. من مرسل مقصر نمیدانم، چون او هم قربانی دروغ‌های عمر شده بود. عمر به مرسل گفته بود یکی را دوست داشتم، اما حال در ارتباط نیستیم. دمی وقت عمر برام زیاد زنگ میزد. تلفن مرسل قطع کردم، جواب دادم، گفتم چرا خیانت کردی؟ چرا؟ دوستش داشتی؟ عاشقش بودی؟ وقتی او را دوست داشتی چرا همراه ما بودی؟ عمر برام میگفت که ما او را دوست ندارم، او مرا دوست داره. گفتمش چرا برش نگفتی که مرا دوست داری؟ گفت نتونستم. گفتم چی دلیل داشت؟ چی کمبودی داشتم که خصم کردی؟ عمر فقط برام گفت که اشتباه کردم، اما ای را بفهم زیاد دوست دارم. دیگه چیزی گفتن نمیتونم. تلفن قطع کرد و مرا بلاک کرد. خب آمدم خانه، وضعیتم خراب بود، اما وقتی خانه رسیدم هیچ نشان ندادم که مرا چیزی شده. رفتم اتاقم تا که تانستم گریه کردم. خورایم گفتن چی شده؟ گفتم عمر قسم کرده. خورایم هم خبر داشتن. خوار 30 خواست که به عمر زنگ بزنه و بیابش کنه، اما من نماندم. گفتم نکو. خود تمام اتفاقات به برادر عمر گفتم. برادر عمر گفت اول آرام باش، عمر تو را زیاد دوست دارم، من شاهد هستم، همیشه از تو برام میگفت. من هم نمیفهم چطور عمری کارا را کرده، اما تو تسلیم نشد، تو نمان او دختر به خواست خود برسه. برو به عمر مسیج کو و بگو فهمیدم اشتباه کردی، اما من میبخشمت. گفتمش نمیتونم این قسم بگویم، نمیتونم ببخشمش. گفت خی باش، من امرایش گپ بزنم.
لالا جان تمام شب بیدار بودم، نماز خواندم، سر به سجده ماندم، خیلی گریه کردم. دیگه هیچ چاره نداشتم جز گریه. تمام خاطرات ما یادم می آمد و یک سوال مرا می خورد که ما با هم خوشحال بودیم، هیچ چیز بین ما نشده بود، چرا عمر قسم کرد؟ یا که من کدام کمبودی داشتم؟ خو اما قسم تا صبح بیدار بودم. صبح شد که برادر عمر مسیج کرد که خواهر امرای عمر گپ زدم، نمیخواید دیگه امرای باشه. من که حیران مانده بودم، آخر گناه ما چی است؟ چرا امرای می قسم کرد؟ هنوز اون نمیخواد امرای ما باشه؟ با برادرش گفتم اصلا من نمیخوایم امرایش باشم، ایره برش بگو. خب با مرسل مسیج کردم، گفتم عمر خود دلیلی کار خود نمیگه برام، برو تو ازش بپرس، میشه به تو بگویه. گفت درست است. خب مرسل برش مسیج کرد، گفت چرا امرای ما قسم کردی؟ وقتی امرای رها بودی چرا امرای ما هم بودی؟ خب عمر به مرسل گفته بود که وقتی امرای رها آشنا شدم، چند ماه بعد فهمیدم اشتباه کردم، پشیمان شده بودم. وقتی تو را پیدا کردم نتونستم برات بگویم چون میترسیدم تو را از دست بدم. من چی کردم که رها خودش مرا ترک کنه اما نکرد. امرایش گپ نمیزدم، بی تفاوت شده بودم، حتی بهانه پدرم کردم اما بازم رها پشتم ایلا نکرد. من تو را دوست دارم مرسل، عاشقت هستم. مرسل برش گفته بود مرا از دست دادی دیگه، من نیستم و بلاکش کرده بود. مرسل آمد گفت برات مسیجایش روان میکنم اما قول بده جگرخون نشی. گفتم اوکی روان کو. لالا جان وقتی مسیجی را خواندم نمیتونستم خود کنترل کنم، میگفتم اینقدر وقت ما پشیمانی عمر بودیم، اشتباهش بودیم و ما مثل دخترای شله در پشتش بودیم. روزی رخصتی بود، صبح وقت بود که این مسیجای شدیدم، نمیتونستم در خانه گریه کنم چون دلم آرام نمیشد. اگه گریه میکردم همه میفهمیدن سرم. موتر گرفتم تا دکان نزدیک خانه ما رفتم و استاد کردم تا که تانستم در بین موتر گریه کردم. اینقدر چیغ زدم میگفتم خدایا کمکم کو، دلم آتش گرفته میسوزم. امیال وقت می نویسم امو دردها دوباره تازه میشه. خب کمی که آرام شدم دوباره خانه رفتم و این بار تصمیم گرفتم خودم برای عمر مسیج کنم که دلیلش برام بگو. از همه جا بلاکم کرده بود، رفتم در تلگرام که بلاکم نکرده برش مسیج کردم که میخوایم امرایت گپ بزنم. خب گفت بفرما. گفتم چرا این قسم کردی؟ چی کمبوتی داشتم؟ گفت تو هیچ کمبوتی نداشتی، من زیاد دوست داشتم اما نمیفهمم چطور اشتباه را کردم. خودم هم نمیفهم، فقط همینقدر میگم که زیاد خجالت هستم پیشت. گفتم عمر من پشیمانیت بودم، اشتباه زندگیت بودم. گفت نه تو بهترینم بودی، تو گل لاله‌ام بودی و هستی. مرسل خودش برام مسیج کرد، خودش گفت دوست دارم. پدر خود از دست داده بود، زیاد جگرخون بود، از او خاطر من امرایش در ارتباط بودم. من میفهمیدم که مرسل خارج برای تغییر میکنه و من تصمیم نداشتم امرای مرسل ازدواج کنم، اما نمیفهمم چطور این کارا کردم. اما دیگه روی ندارم امرایت باشم. خب گرفتم اسکرین شات مسیجش که با مرسل کرده بود روان کردم. گفتم این خود تو اینه تو گفتی چقدر آدم پست هستی. وقتی عکس دید گفت آل شما دوتا با هم دوست شدین، یکی به دیگه جاسوسی میکنین. خب بدون کدام گپ از تلگرام هم مرا بلاک کرد. خب ما و مرسل هر دقیقه مسیج میکردیم، قصه میکردیم به یکی دیگه خود که با مرسل چی گفته بود، به ما چی میگفت. بر دوی ما یک رقم مسیج میکرد. از مرسل عکسش خواستم، عکس خود روان کرد برام. نمیفهم که در مرسل چی دیده بود. نمیگم من از مرسل کردم مقبول تر بودم، اما دوستای میگفتن تو از مرسل کرده 1000 درجه مقبول تر هستی. همیشه عکس مرسل میدیدم و خود دایره میدیدم، میگفتم من چی کمبوتی داشتم که عمر امرایم قسم کرد. و یک سوالم که تا حال جوابش نیافتیم که دلیل کار عمر چی است. خو از یک طرف درد خیانت عمر، از یک طرف جنگ و دعوای همیشگی مادر و پدرم مرا تبدیل به یک دختر خاموش و افسرده کرده بود. کار نمی رفتم، تنها می گفتم در یک اتاق تاریک باشم. از دست جگرخونی و گریه وزنم بسیار کم شده بود. حتی برام نفس تنگی پیدا شده و زیاد جگرخون می شدم، نمیتونم نفس بگیرم، نان نمی خوردم. چندین بار زوف کردم، مرا می بردن شفاخانه و از همه خطرناکتر وقتی کالج می رفتم. یک روز از دسته که امی گپا یادم آمد، حادثه کردم. خدا را شکر که قدر کلان نبود، اما گردنم کمی اوگار شده بود. همه مرا می گفتن تو را چی کده؟ مادر و پدرم که هیچ عالمه پرسان نمی کردن. او وقت مادرم می آمد پیشم می گفت که چی کده، چرا تو شدی؟ زیاد دلم می خواست مادرم بغل بگیرم و بگم مادر شکسته شدیم، نمیتونم بلند شوم. دوری عمر و خیانت عمر مرا از پای انداخته بود. بالاخره مجبور شدم پیش دکتر برم. پت از مادرم به خود وقت دکتر گرفتم، رفتم پیش دکتر، تمام حالتهای ما گفتم. برام دوا داد و گفت باید امرای روانشناس گپ بزنی. لالا جان وقتی دواها را میخورم از بد بدترم میکردن. نمیفهمم چرا وقتی دوای ضد افسردگی را بخوری خود به خود وزن میگیری.
من زیاد وزن گرفته بودم، بیخی معتاد دوا شده بودم. اگه میخوردم خوب بودم، اگه نمیخوردم اما تو مثل سابق. وقت پیش روانشناس هم میرفتم، برام میگفت چرا نمیری یک دوست پسر دیگه پیدا نمیکنی؟ چرا اینقدر به خاطر جگرخونی میکنی؟ اینا خارجی هستن، هر روز با یکی هستن، اما خبر ندارن که ما دخترای افغان قسم نیستیم. پشتم زیاد خواستگار می آمد، اما می ترسیدم. میگفتم همش مثل عمر هستن، میگفتم برام خیانت میکنن. نمیتونستم قبول کنم و یکی نمیخواستم بدون عمر با کس دیگه باشم. از موضوع تا حال 1 سال میگذره، کمی خوب شدیم، آله، اما هنوزم عمر یادم میآید، هنوزم او درد همراهم است. و ها راست یادم نره که بعد از 4 ماه عمر برام مسیج کرد که لطفاً مرا ببخش، عذاب وجدان دارم، زیاد عذر کرد اما من نمیتونم ببخشمش. امی چند روز پیش هم در اسنپ چت مرا پیدا کرده بود و برام مسیج کرده بود که ماه رمضان است، لطفاً مرا ببخش. هیچ آرامش ندارم، عذاب میکشم، نمیتونم زندگی کنم، اما هر چی میکنم نمیتونم ببخشمش. و ها راستی اینقدر بدی های عمر گفتم، اما میخوایم یک خوبیش بگم. دم قدر وقت که با عمر بودم، هیچ وقت عمر ازم تقاضای بد نکرده بود، هیچ وقت برام نگفته بود برام عکس لشت روان کو یا هر چیز دیگه که دیگه دخترها میگن. هیچ قسم آدم نبود. امی عادتش بسیار خوش داشتم و ازش راضی هستم که باعث نشد از این بیشتر خودم حقیر و دختر بد احساس کنم. ما فقط عکس‌های عادیه که دیگه خودم میدیدیم. عمر زیاد خوبیا داشت، اما نمیفهم چرا این کارا با ما کرد. بعد از عمر نتونستم با هیچ کس دیگه دوست شوم. اگر نه زیاد نفرا بودن در کارم، در فامیل، در مجازی، اما نمیتونستم اعتماد کنم سرشان. و یکی از نام مرد دور از خوبا بدم آمده. و در آخر از مادر و پدر که تا حال در جنگ و دعوا هستن بگم که اگر شما روز تصمیم گرفتین با کسی عروسی کنین، کسی را پیدا کنین که بتونین همدیگه خود دوست داشته باشین. نه ای که مثل مادر و پدر ما که در بسته هفته اگر یک روز جنگ نکنن، همه روزشان در جنگ و دعوا میگذره. و بدتر ایج است که پدرم هم مادرم هم میگه تو کلان هستی، بیا یک چیز بگو. همیشه در جنگشان مرا دخیل میکنن که کلان هستم. اگر مادرم میگم یا پدرم میگم به گپم نمیکنن. یک روز از اینکه جنگ و دعوا کردن و مرا خواستن که بیا پیش پایش اردویشان افتادم، عذر کردم، گفتم خیر بس کنین، ما خو از کودکی حالتا را تیر کردیم، نمانین که خواهر و برادرایم هم این حالت تجربه کنن. اما باز هم فایده نکرد. وقتی عمر بود میرفتم برشان همه چیزا میگفتم، آرام میشدم. اما حال نه عمر است که برش بگم و نه مادر و پدرم خوب شدن. ایران ماندیم، چی کنم لالا جان، میرم جان میکنم، کار میکنم، درس میخونم، از 4 طرف سرم فشار است. اما باز هم میگم مقصد مادر و پدرم خوش باشن. اما یک بار یکیش درد مرا نفهمید. یکیش به عنوان یک مادر و پدر پرسانم نمیکنه که چطور هستی. فقط باید کار کنم، پیسه بیارم، دیگه هیچ چیز ما کار ندارن. اینقدر خسته شدیم، اینقدر به تنگ آمدیم. یگان بار میگم برم خدا بکشم که بمرم بیغم شوم از این زندگی. بعد میگم ناشکری خدا میشه و پناه میبرم به خدا. این دردهای من نمیتونم به هیچ کس بگم جز خودم و خدایم. از دردها خیلی خسته شدیم. ما در سن 22 سالگی به اندازه آدم 60 ساله شدیم. به هیچ چیز شوق علاقه ندارم، حتی به درس خواندن که یک وقت بزرگترین آرزویم بود. از شما میخوایم برام دعا کنین لطفاً و تشکر از همه شما که داستان مرا گوش کردین. نظریاتتان برام قابل قدر است و تشکر از شما لالا آمش که داستان مرا نشر میکنین. موفق باشین. لالا جان براتان در واتساپ عکس خود و مرسل و عمر روان میکنم. پایان داستان. ریحا جان داستان غم‌انگیزت شنیدیم. غم‌انگیز به خاطر از اینکه در خانه پدر و مادرت همیشه جنگ میکنن و من میدونم که بسیار سخت است برای خودت به فضای خانه و برای خواهر و برادرت که از خودت کده خورد هستن، سر رویشان فشار میاره و اینمی جور و جنجال و غالمغال در خانواده‌های مردم ما در افغانستان باعث میشه که استعدادها خفه شوه. در خانه کودکانی که جنگ و دعوای پدر و مادر میبینن درس دلشان نمیشه، انگیزه برای پیشرفت نمی داشته باشن، اعتماد به نفسشان پایین میاد، ترسو میباشن، میترسن از غالمغال و از با مشکلات درست دست و پنجه نرم کردن نمیتونن. به این خاطر از این ناحیه اگر 1 ساعت در این مورد صحبت بکنیم بازم کم است. یعنی به اون خاطر داستانت غم انگیز است. اما این موضوع عمر برات بسیار یک درس عبرت خوب شد. بسیار یک اشتباهی خوب انجام شد که بعد از این تو بسیار زود مطمئن هستم که بار دیگه اشتباه نمی کنی، تکرار نمی کنی اشتباه را. حالا حرفای مرام بشنو و حرفای نظریات شنوندارم بشنو. عکسایی که در واتساپ روان کردین من دیدم و خودت بله
زیباتر از او دختر دیگه هستی. ولی در داستانهای قبلی بار دلایل زیادش گفتیم. ولی کسی که بازون تنوع طلب میشه، کسی که مطلب داره و مقصد داره و بر از او مهم نیست فقط ای که یک کسی جدید باشه، مهم نیست که زیبا باشه و یا نازیبا باشه. پیش از پرداختن به دیگه موضوعات، من از خودت سوال کردم که در داستانت نگفته بودیم که آیا از تو پول خواست یا نه. والم پیامایی که خودت دادی امور ما چی میکنم که یادم نره. اینجا نشته کردین که بله چندین بار ما پول برش روان کردم، فراموشم شد که در داستان نوشته کنم. یک بار خودم به خاطر تولدشان روان کرده بودم، یک بار خودش گفته بود که تلفنم خراب شده میخوایم تلفن بخرم اما پولم بس نمیکنه. مستقیم نخواست اما گفت که اگه پیدا کنم بخرم، اگه پیدا کنم میخرم. من برش باز گفتم روان میکنم برات. دیگه چی گفت کردین شما؟ زیادتر امرایم شرط میزد. باز میگفت اگه شرط باختی برام 3 گزینه میداد، میگفت انتخاب کو. وقتی انتخاب میکردم و شرط میباختم باز میدیدم نوشته بود پول. باز اگه تیر خودم میوردم برام هر دقیقه مثل شوخی و ریات میکرد که اینه یک نفر شرط باخته اما تیر خودم میاره. من مجبور میشدم برش پول روان میکردم. فراموشم شده دلیل پول روان کردنم، اما کوشش میکنم یادم بیایه. یک روز گفتمش میخوایم صدقه بتم، مرا محکم گرفت که ایجا ما نفر غریب زیاد میشناسم، به من روان کو ما بتم. مام که فکر میکردم راست میگه، اعتماد داشتم برش روان کردم. گفتم میره تقسیم کو در بین مردم غریب. صبح برام مسیج کرد که تقسیم کردم اما نمیفهم از راستی کرد یا نه. گردنم بسته نشه، خدا میفهمه. خب دمی 1 سال که بودیم با هم، اید که میشد میگفت که ایدی ما چی میتی، به شوخی نتو گپا میزد. خب درست هدف گرفتم. من این نکته را به خاطر چیز مهم که من حدس میزدم که گپ چی است و از خودت سوال کردم. از کجا دوباره شروع کنم که به داستانت خوب صحیح پرداخته شوه و کسانی که در این راه اشتباه روان هستن اونا متوجه شوند. اول برات میگم بسیار خوب شد که این آدم نصیبتون نشد. تصویر چهره شدیدم برای خودت بسیار بچه جذاب یا، اما مرا شخصا از این رقم آدمایی که میزوفک هستند، در ظاهر بسیار آرام عاجز هستند، واقعا رقم آدما باید ترسید. من زیاد میترسم. اینا بسیار خطرناک هستند. امی کسایی که در ظاهر آرامک و بسیار پژمردگک و عاجزک، میگه الله زیر پای از یا مرچه آزار نمیبینه، از اینا باید ترسید. یک، اگر تو با نامزاد میشدی 2 برابر کار میکردی، باز بر از دیگه آیفونک بخره، تلفونک پتونک لشمک از اون بچکای لشمک ها معلوم میشد. به برادر شلایده خوار جان ینگ جان چی شد حق ما را این مزیات چی کدم و خلاص. و بعدش یک عالم پول مصرف میکردیم. این تمام گپ خلاص میشد و او را میآورد امریکا. این آدم گروه باز بود، این آدم چت باز بود، عادت کرده بود و هر روز تو افسردگی میگرفت. سر کار علاوه با کی چت میکنه، ای با کی چت نمیکنه و یک بیکاره بود. سنش 27 شده، کار نمیکنه، پدرش به زور روان کرد و قرار در خانه تو کار میکردی، میآوردی بازی را هر وقت در پیام بازی و چت بازی گیر میکردی. چند پیش یک داستان نشه شد، امیدوار است امور شنیده باشی که دختر از لندن است، بچه را میاره قومیشان و او بچه اینم رقم عادت داشت و هیچ عادتش گم نشد و آخرش هم جدایی. یعنی از بسیار حادثات ناگوار جلوگیری شد. خوب شد که در آغاز کار تو متوجه شدی. خب و ای که خودت بدون شک از اون دختر دیگه کده مقبول و زیباست، اما برای کسی که عادت میکنه برای تنوع طلبی باز برای او فرق نمیکنه. خب یک موضوع مهمی که شما دختران و پسرانی که میاین از افغانستان، امی یک درگیر یک دوست ما بودم اینجا، فردوس جان، همیشه داستانا رو میشنوه. یا آخر دیگه پیامش جواب ندادم. دوستم از بسیار بچه خوب است، بسیار بچه پرتلاش است، اون رسان خود امریکا رسان، روزگارش خوب نبود، خراب بود و تکلیف هم که از مادرزادی بود. میره به خاطر مثال میتونم که من او را زیاد تاکید کردم. امی امریکا آمدن برابر هر روز پیام میداد لاله جان، یک دختر امروز خوش چیز آمده، خوش آمده، قبلا من روی نمیداد، حالا میگن دوست دارم، من میترسیدم، میگفتم میگه بچه تو برو کار کو، روزگارت پیش ببر، شخصیتت بساز، درآمد داشته باش، تکلیفی که تو داری بسیار راحت به جراحی او حل میشه و جراحی بکو. این دختر تو رو به خاطر ظاهر زیبایت نمیگیره که تو یک مشکل بسیار جدی داری، به خاطر از اینکه تو در امریکا هستی، به او خاطر که دور امریکا تا امریکا بیا و هیچ نگفت نمیشد. این رقم وقتی که جوانا میان در خارج یک هفته تیر نشده عاجل فکر میکنن او دیگه به قله کمالات رسیدن، باید
اما هر کسی که اینا دیگه دلشان میشه و یک کس را خوش بکنن و او را از یک قاره به قاره دیگه، هنوز خودت تا مثلا گرین کارت نگرفته بودی و هیچ در مورد دیگه چیزا. این ما مردم بیشتر ما دور از خوبا، بیشتر ما رقم هستیم، بی خلطه فایر میکنیم، هیچ برنامه را نمیسنجیم، فکر نمیکنیم در مورد عواقب یک موضوع فکر نمیکنیم که عاقبت از این چی میشه. چند سال دیگه قرار از صبر کنم گرین کارت بگیرم. حالا اون دونالد ترامپ گرین کارت والا رو نمیمونه، اجازه نمیده، میگه که برین دیگه اجازه ندارین داخل امریکا بیاین. باز چی میکنی؟ این بیخی بچه خوب می بود و همه چیز درست می بود. تو توقع میکردی که باز خودش بیاد و یک کار پیدا کنه، خودش بیاد اقل تا کشور سیومی در خواب در خواب میدیدی رقم از تو آدم بیکاره که ازم تصویرش قوارش قشنگ معلوم میشه، یک بچه میزوف بیکاره و سوء استفادهگر. خب این کارا نکنین جوانای عزیز، دختران و پسران عزیز. شما که همینجا من عاجل دیگه در فکری که یک بچه خوب از افغانستان بیارم نبین. شما هم در افغانستان بودین، فساد اوجا مگر کم از افغانستان؟ یعنی در اینجا دایی فساد از افغانستان نیست؟ اتفاقا جایی که قید باشه اونجا فساد زیاد است، جایی که قیودات باشه فساد زیاد است. اتفاقا داستانایی که ما نشر کردیم دمی فسادی که در افغانستان بود، به خصوص در دوره جمهوریت که حال طالب بدتر از او شده، یعنی در اروپا ما رقم فساد نمیبینیم، در امریکا نمیبینیم، ولی در افغانستان بود. خب این کار نکنین، خواهشم از شما است. صبر کنین، اول از شبکه‌های اجتماعی به خاطر رفع دلتنگی استفاده نکنین. و دوم دیگه ای که تجربه بسیار خوبه که از زندگی از دیگران حاصل کردیم ایست که تمام سفره دلتان، نقاط ضعفتان، مشکلاتتان بر کس بیان نکنین. حتی قرار است اگه او با او نامزاد شوین و با ازدواج بکنین، تا مگر ای که ازدواج میکنین با اوزو طرف مربوط خودتان میشه، اما تا زمانی که نامزاد هم هستین کار نکنین. ممکن فسخ شوه پیش نرین چیزتان وزی از نقطه ضعفتان اینا سوء استفاده میکنن. هیچ آدم شناختن سخت است. انسانهای کم ظرفیت سوء استفاده میکنن از نقاط ضعف آدم و مشکل عمده خود در این رابطه بود که تو زیاد این رقم آدم کم ظرفیت روی دادی، برش زیاد وقت دادی، پیام دادی، پول روان کردی و تو برش بیارزش شدی. انسانهای کم ظرفیت اگر برش روی بیتی، وقت بیتی، پیام بیتی و اگر از او تعریف بکنی اونا کم ظرف هستن، اول خب باورشان نمیاد، فکر میکنن که او ولی سرمرش خندی میکنه و بعد از او فکر میکنن که یا بسیار هوایی میشن یا از نقطه ضعفت سوء استفاده میکنن. پس لطفاً حالا شما میفهمین نمیفهمین طرف مقابل که کم ظرف است، بی ظرف است، هر چی که است، نگوین مشکلات خود نگوین، سفره دل خود باز نکنین، دیگه مصروفیت ها را پیدا بکنین که شما سرگرم باشین. ای که بین از کار خسته و ظلم و تلفن که بگی او الا از گوشه از قال مقال پدر و مادر در اتاق خو خود پرت و موبایل بگی. خب برین بیرون قدم بزنین، خوراکای تا گرفته برو پارک برو، چکر برو، مصروف شو. حداقل تو میتونی مثل یک نقش پدر و مادر مهربان به خواهر و برادرت که سکوت خورد است بابا بازی کنی که اونا احساس کمبودی نکنن یا سر روحیشان مثلا مشکلات نبیاید. این جنگ و دعوای مادر و پدرت. بعدش نکته مهم و اساسی که من خیلی وقت بودی را باید میگفتم او ایسته که من با مو خاطرم سوال کردم از خودت، نه من چون حدس خود زده بودم. دختران و پسران خوب گوش کنین. بعضی ها بسیار حرفه‌ای هستن، اینا مستقیما از شما پول درخواست نمی کنن. بعضی ها آنقدر حرفه‌ای هستن، آنقدر پخته هستن که کارایی که بچه کده ای رقم کارم نمی کنن. مثلا یک اول میگیری کجاستی، چرا در این روزا رقم چی؟ چی میفهمی تو از مشکلاتم؟ موترم حادثه کرد، تکر کرد، بیمام پیسیش نمیته، دستم بند است، کدامش زودتر برات بگم به خدای نه. متوجه هستین؟ والا میگی خود سعی که تو چه یک آدم خوب است، چه یک دختر یا پسر خوب است، از ما پول تقاضا نمیکنه ولی بیا در مشکلات است، من خودم باید خود انسان هستم درکش کنم، روان کنم برش پول. در حالی که این غیر مستقیم تو را رقم در طور خود میگیره، هیپنوتیزم میگه، چی میگه، اون رقم میکنه، جادو میکنه که تکان نخوری، تکان. به او خاطر حرفه‌ای ها مستقیم پول درخواست نمی کنند.
شرط میزنن مثل از این واره، گرچه بسیار آدم خام بوده، شرط میزنه اور شرط که باخت 3 گزینه او گزینه را بدل خود پیش خود باز میکنه و گزینه پول بوده، برام پول روان کو. ولی یک موبایلم خواست به خدا خراب شد، پیامت ندیدم صفحهش خراب شده بود صفحه موبایلم. گفتم یک موبایل بگیرم، رفتم بازار گمش که موبایل آخه قیمت بود که و ارزانش به درد نمیخورد، نگرفتم دیگه. باش که خدا یک امیدواری یک پیسه بیاید، خدا یک پیسه بده میگه. خب باز چی است یک تا میگیرم ان شاء الله بخیر. یعنی تو برام پول روان کو، پول ندارم موبایل بگیرم. آدمای حرفه‌ای غیر مستقیم میگن. یکی میگم اینجا داستانا را که شما میشنوین یک مکتب است، یک دانشگاه است که شما هوشیار و بیدار شوین. کاله یک وقت بار در داستانا گفتیم که مثلا از شما کسی که پول خواست، باز پسری که از دختر پول خواست، بفهمین که او مرد زندگی نیست، او یک احمق است، از شما سوء استفاده میکنن. باز بعضیا شاید بگه که اوه نخور، لارامش گفته بود که اگر کسی پول خواستی خو از ما پول نخواست، این خو مشکلات داره، بیا من ایره کمک کنم. در حالی که او بسیار خطرناک است. تو پول خواسته، تو رو در حالت قرار داده که باز فردا روز تو منت میمونه، تو چه رقم عشقم بودی، چه رقم دوستم بودی که در روز بعد دست من نگرفتی. پس بسیار زیاد متوجه باشین، مواظب باشین. ای که پول صدقه رو میخوره بفهم که هر چیزی که تو تمام اشتباهی که در تو کده ببخشیم، هر گناهی کردن باشه بخشیده شوه، او 100 رقم جزا میبینه. به خاطر از او پولی که مردم برای صدقه و یا میره، او باید چی شوه؟ با صدقه باید داده شوه. در غیر از او ای بسیار. ما یک نهاد خیریه جور کرده بودم، مردم زیاد اعتماد میکردن، پول روان میکردن، ولی در افغانستان تو خودم به رقم احساس کردم که از این پیسای ما سوء استفاده نکنن و یک نامبدگی نام ما بد نشه. اینا متوقف کردم، چون یکی بالای دیگه از این کسایی که برای ما کار میکردن پیام میدادن که اینا این پاکت بر خودش گرفت، این به او کم داد یا به او رقم کرد و رقم کرد. متوقف کردم به خاطر از اینکه سخت گناه داره از پول صدقه کسی بگیری و این بچه تا این حد قدر پس نامد. پس اینا تو بسیار زاد خوش باش که یک تجربه بسیار قشنگ گرفتی. دیگه سفره دلت به هر کس و ناکس باز نکو، از مشکلات خانوادگیت نگو. دیدی که انسان ها پروای هیچ چیز ندارن که تو غم داشتی، تو مشکلات داشتی، تو باید مرهمت می بود و نکرد، هیچ چیزی نشد، در قصهش هم نشد، اصلا برش پشیز اهمیت هم نداشت، فقط نقش بازی میکرد. درست؟ پس خواهشم از خود دیسته که در چی نام دارین؟ سنپچت استفاده نکو، هیچ بدت نمیخوره. یک منبع فساد سنپچت است. شبکه‌های اجتماعی که به دردت نمیخوره، کار نمیکنین، شما دختران و پسران استفاده نکنین. و در تیک تاک اگر شما یک مصروفیت خوب دارین که مثلا یک برنامه خوب بیان میکنین در تیک تاک، برنامه قشنگ یا درست، اگر که پایین و بالا میرین، این بسیار زیاد ضرر داره و شما در یک لانه فساد قرار میگیرین. امی اول شنیدن دشنام که هر بعد از یک تا بیبی که دو دشنام و چتیات است. اگر میخواین که بسیاری عادت کردن دگاله نمیشه، ولی یک چند پیشنهاد براتون میکنم. هر اکانت تیک تاکی که دشنام میته یا دشنام نشر میکنه، شما بلاک بکنین، چون دیگه چیز برای چی ندارن و میفهمن که برای بینده گرفتن همین چیزا خوب است. بلاک بکنین کسی که دو دشنام میته بلاک بکنین، تا حداقل خودتان راحت باشین که وقتی پایین و بالا میکنین چتیات نشنوین، بالای روح و روانتان تاثیر میکنه. و اگر خودتان استفاده نکنین تیک تاک، مطمئن هستم باز گپتان بالای خواهر و برادر خودتان هم میچله. اگر شما استفاده کنین وارا بگین استفاده نکو، بعد از باز میگه خودت چرا استفاده میکنی؟ خیلی خودتان استفاده نکو، باز پنهانی استفاده میکنن. بنابراین و ویژه تیک تاک جای مناسب نیست. من یک چیز براتون میگم، برین امی کارو بکنین، بگرندی کارو بکنین. در خاطر یک تصویر یا چیز چند رقم فی میگرفت از می تیک تاک داستانا رو که نشو میکنم در تیک تاک. ولی چند بار من یک چند حساب ریپورت زدم، گفتم نشته کردم که شتیات میگه و برای مخاطب خوب نیست. یک بار نگفتم، شاید از پیش اشتباه شده باشه. چند باری به خاطر از اینکه خودم مطمئن شوم ریپورت زدم. پس چی کرد که نه، ما چک کردیم برخلاف کمیونیتی ما نیست، کل چیز درست است، در حالی که چتیات دو دشنام چتیات. متوجه شدم که ای تیک تاک هوش مصنوعی استفاده میکنن یا میدانن که اینمی کمیونیتی افغانا و اینمی کشورهای عقب مانده در بدر چتیات از دو دشنام زدن است. اگه دو دشنام یار ما نکنیم خو یا بیننده نمیگیرن و چیز خوب کس نمیبینن. این دم قصهش نیست، اونا پول خود درآمد خود کار دارن.
دقسی از این نیست که جامعه افغانا خوب است یا خراب. شما اگه امریکایی را در فیسبوک، در شبکه‌های اجتماعی، در تیک تاک یا نامش گرفته که چتیات بگین، اکانتتون بسته میشه، ریپورت میزنن، اول خوب اتومات همو چیتون بسته میشه، مو ویدیو، بعد تا شاید اکانتتون بسته شود. ولی اینمی افغانایی که دیگه که چتیات بگه، داو بزنه، خوار و مادر گفته، هر قدر ریپورت هم بزنی ایدم قصهش نیست. فهمیده که نمیام تو گنجل فساد کس در قصه از یا نیست، این یا داو دشنام چتیات و بازارش هم دمی چتیات گرم است. بنابراین استفاده نکن تیک تاک یاره، سرگرمی های خوب برای خود چی کن و این رقم بانک سیار بر خانواده تام نباش، پولت برای خود جمع بکو، موتر خوب بگی، پولت پس انداز بکو، یا خانه بگی. ایتونه که درست از خانواده رو کمک میکنی، ولی یک اصول باید داشته باشین. کل شما رو براتون میگم که اشتباهی که ما کردیم شما انجام ندین و در آخر هم بانک سیار وقت میبینی که سنتان بالا رفت، خسته و کوفته و هیچ درس هم نخوندین، جای پیشرفت نکردین و تمام پول خانواده هم در قصهش هم نه، یک دو دشنام دیگر هم میزنن برو خلاص. بنابراین مواظب خود باشین. در شبکه‌های اجتماعی انسان‌های بسیار خطرناک، گرگ‌های خطرناک در کمین هستند و آراستی دختر جان تو بسیار زیاد خوش باش که این بچه از تو عکس‌های آزاد نخواست، عکس‌های لط نخواست. اگر میخواست این تهدیدت هم نمیکرد، خودت عذاب وجدان میداشتی. اما تو که در بیان داستان گفتی باز خودت هم ترقم احساس حقارت میکردی، تحقیر شده احساس میکردی که من موجود بد هستم. ای اولش. بعدش ای پیسه خور بود، بسیار میتونست که تو را تهدید بکنه. و من از تصویر ازی چی برداشت کردم؟ ای که از تو عکس لچاد نخواست اصلا علاقه به اینمی کارا نداره، بسیار بازیال تو خوش آمده بود. بعد از ازدواج با این رقم آدم ها تو پشیمان شوی که هیچ کار ازشان نمیه، از موضوع زناشویی هیچ سمبون بکن امیون فهم لا یرجون، بسیار به دست و پا، فقط در موبایل در چت کردن. اینا تمامی اونمو خواسته های جنسیشان فقط چت کردن، در چت کردن لذت میبرن. اینی یک تعداد کم نیستن، متاسفانه تعداد زیاد هستن. دینی میخوش هستن، ازدواج میکنن، بهترین همسر دارن، ولی نه در چت کردن یا ارضا میشن خوش هستن. هیچ چیز دیگه از دستشان نمیاد که او یک شیر و پلنگ بره در بستر نبرد تن به تن بکنن. نه فس، خلاص فسشان رفتگیست. با او خاطر تو بسازات خوش باش، ناراحت نباش. امیدوار هستم این داستان به خودتان پند اندرز خوب داشته باشه. برای دیگرانی هم که دوستایی دارن که غیر مستقیم حادثه ترافیکی میکنن، مشکلات اقتصادی دارن، خوی از هزاران غمش چی را برات بگم، میگه کدامش از زودتر برات بگم. باز توقعشون پول کم نیست دیگه، بسیار پیسه زیاد است. پس مواظب باشین. فعلا جهان بسیار خطرناک شده. بسیار انسان ها امروز از حماقت دیگران پول میخوره، زندگی میکنه و در عیش و نوش است. از حماقت دیگران میگن تا احمق در جهان باشد مفلس در نمیماند. در پایان شنونده‌های عزیز، در پایان داستان قرار داریم. صحبت های همه قدر بود، امیدوار هستم خسته نشده باشین از صحبت هایم. کانال دوستم آقای آریا را که چند داستانش در کانال افغانستان مگزین نشر کردم، بعضیا خوششان آمدن ولی بسیاری صدایشان خوششان آمد و سبکشان خوششان آمد و اونا اهل ادبیات هستن. کانالشان رو در کامنت اول پن میکنم، به کانالش سر بزنین. خواهش میکنم سابسکرایب بکنین که یک 500 سابسکرایبرش شود تا کانالش مونتایز شود. این همکاری را بکنین، از پیشتان خوشحال میشم. و ما خواهشم از شما است که همیشه داستانم میشنوین. شما خود دیگه چیز تقاضا نکردیم، مثل این بچه واره که موبایل میخرم دیگه، فقط از شما یک لایکتان بکار است. قربانتان شما، دیگه چیز نه. شما مقدر زحمتای مرا نادیده میگیرین، دیگه چیز خود مکاسب نکردیم. یک لایک بکنین. حالمو گزینه چی را فعال ساختیم در افغانستان مگزین. ممبر که میشین، جاین میشین، یک درآمد خوب میباشه. فکر کنم 3-4 نفر جاین شده باشم، نامشون رو بگیرم، اگر خواستن اجازه دادن نامشون رو بگیرم. البته تنها نامشون رو تخلص نید تشکری کنم و ما برنامه‌های ویژه را برای اونا جور میکنم. داستانایی که خودم مینویسم، ممکن داستانای زندگی شخصی خودمون باشه، فقط برای کسایی که ممبر هستن. این وعده من تا 1 هفته 2 هفته دیگه تحقق پیدا میکنه، چون من فعلا کمی مصروف هستم و یک جای جابجا میشم، میرم سفر دارم. بعد از او باز بخیر برای هفته یک داستان که نوشته خودم میباشه و ماجراهای مرتبط با خودم است. اگر علاقه داشتین اونجا باز میتونین برین بشنوین، ببینین، بخونین. و مخصوص کسایی است که ممبر میشن.
دیگر لایک کردن فراموشتان نشه، زحمت نمیشه براتون. شما کار مرا نادیده نگیرین. ایتون نشه که باز من یک روز یک کار مناسب و خوبتر پیدا بکنم باز دیگه چی ناخست زحمت بکش کس لایک نمیکنه. باز من دیگه مولا نصیری نیستم که ادامه داده برم برای نشر داستان. لایک نکنین من دیگه داستان نشر نمیکنم. کانال سفر واژه ها را از آقای زلمه آریا را سابسکرایب بکنین، در کامنت اول میگذارم و تا درودی دیگر بدرود.